چطور عشقای داشت؟ امروز اومدم براتون یه مقایسه بذارم هالیدی و زیلات. من هالیدی دارم رو اکانتم، زیلات رو ندارم. خب اما اینجوری که حالا ویدیوهای دیگر رو دیدم و خودم حس میکنم اینا ببین دوتاشون خوبن. بذار اول بریم بحث، بذار قسمتی بریم. قسمت اول اسکوپ. ببین اسکوپ هالیدی نرم باز میشه، اگه نگاه کنید اسکوپ هالیدی خیلی نرم و باحال باز میشه خلاصه. بعد اما اسکوپ زیلات یه ذره چجوری خشک باز میشه، بذار اینجوری بهتون بگم. بعد این اسکوپش بالتره. اما خب بریم اگه بخوام بریم بخش طراحی رو بخوام بهتون بگم، طراحی 100% زیلات اینو میزنه. یعنی شک نکنید، اصلا شک نکنید تا طراحی اگه مثلا برای طراحی مهمه و اینا زیلات 100% اینو میزنه. خب چون بالاخره خب از لحاظ ارزشی همون پول گردونه میخوره، این از اون گردوناست، اصلا ارزشی همون بالاتره خلاصه. اما خب خیلی دوتاشون خیلی طرفدار دارن دیگه تو ایران و اینا، دوتاشون خیلی طرفدارشون دارن. یه سری هم میگن آره بابا زیلات بهتر، یه سری هم میگن نه بابا هالیدی بهتر. حالا خلاصه اینجوریه دیگه. من خودم دارم با هالیدی از اینجا دارم پلی میدم. بعد بخش سوم الان به خوب داشتم میگفتم بریم سراغ بحث سوم، بحث موومنت. آره بحث موومنتاشون یکیه تقریبا، هیچ کدوم موومنت بیشتری نداره نسبت به اون یکی. اینجوری که حالا من میدونم حتما نظراتتون رو بگید. یه اتچمنت هم تا ویدیو واسهتون میذارم مال همین هالیدی خودمه. بعد آره دیگه نظراتتون رو بگید هالیدی یا زیلات. من خودم این شخصی زیلات رو بیشتر دوست دارم، چون یکی از بچه‌هامون حالا اینو بهتون بگم، یکی از بچه‌هامون زیلات داشت، اکانتش فول کرده. بعد حالا من اسم سایت رو نمیبرم، رفت یه سایت سی پی زد. بعد اون سایت اومده اکانت بند کرده، اکانتش فول گردونه خورده بود، بحث پس زیاد خورده بود. حالا بگذاریم بریم سراغ بحث اصلی. این دوتا اسنایپ واقعا اسنایپر خیلی خفن، یعنی هر کدومشون رو دارید واقعا خیلی خوش شانسید. من خودم جدی وقتی که هالیدی گرفتم از خود به خود شده بودم، یعنی عشق کردم وقتی هالیدی گرفتم. اون دو روز اول همش مولتی بازی میکردم، بعدش هم دیگه رفتیم بتل، با بتلم پلی میدم با اسنایپ هالیدی. الان نزدیکی میزنیم. حالا بگذاریم بحث بعدی که بخوایم بریم سراغش، بحث بعدی که به نظر من میتونه رقابت ساز باشه بحث دایموند و پلات و از این انگاز. به نظر من دایموند دیلکیو هالیدی خیلی خوشگل‌تره، خیلی که نمیشه گفت اما خب خوشگل‌تره، بهتره، خوشگل‌تره. نظر من، نظر شخصی خودم رو دارم میگم. اما خب باز زیلات طراحیش قشنگ‌تره از اون ور، مثلا شکل شمایل اگرم یادتون باشه یه سیزن زیلات اومده بود خیلی قد اسکوپش باگ بود. حالا من اون موقع نبودم کالا بخوام بگم، شنیدم یکی از رفیقام بگو اینا همینجوری پرچم زدیم، این داشتمون اومد دوئل. اول یکی زدم نوشت 350 خودی بود، با اون دوئل زدی اصلا دست اول همون بازی شروع نشده لفت داد، نمیدونم قضیه سر شد. این داشتمون رو دو سه بار دیسکانکت شد، بعد تش دیگه فکر کنم لفت داد که من دو سه بار زدمش رو سر 18 که شده بود لفت داده بود بنده خدا. آره دیگه اینجا دیسکانکت شده بود، یه دفعه اومد ما زدیمش. بعد به نظر من خودم زیلات بهتره. مثلا منی که فول گردونه میتونم بکنم، اما خب وقتی که الان چیزشو ندارم، مثلا واسه یکی که بودجهشو نداره هالیدی بهتره. اما خب واسه یکی که بودجهشو داره 100% باید بره زیلات بزنه، چون زیلات خیلی بهتره. نظر شخصی خودم دارم میگم، شما نظرتون رو بگید حتما. نظر شخصی که من گفتم نظرتون تو کامنت ها بگید. آها اینو میخواستم بگم بچه ها، اگه لگ دارید گوشیتون زغالیه، بعد گوشی زغالی که حالا اگه مثلا گوشیتون گیمینگ نیستش لگ میزنه، دیوایستون خرابه، یه ویدیو تو چنل هم هستش
برید اون حتما نگاه کنید. من خودم گوشیم یه شیائومی نوت 12 الان با اسکرین رکورد دارم فیلم میگیرم، ویدیو میگیرم، هیچ لگی نزد گوشیم. اف پی اسش رو 60 موند تا 60 بیشتر نمیکشه. اف پی اسش رو 60 موند. این روش واقعا عالیه. هر سیزن من دارم از این روش استفاده میکنم، واقعا چیز خیلی خفنیه. برید تست کنید، عشق کنید. بعد یه اتچمنت هم گفتم دیگه ته این ویدیو واسهتون میذارم، اتچمنت دیلو با اتچمنت دیلو با اچ اس میذارم ته این ویدیو، مخصوصا همین سیزن. خواستید برید تست کنید. من این داشتم چرا هی وای میستاده راه میرفت. اینجا ما فینیشر رو زدیم. اگه این ویدیو رو میبینی ببخشید، حالا من که دنبال کننده زیاد ندارم، اما خب داشت باز معذرت میخوایم ازت، یه نوبی بیش نیستیم دیگه. آره دیگه همینا رو میخواستم بهتون بگم. نظرتونم حتما برام کامنت کنید. دوستتون دارم، عشقید. نظرتونم بازیم بگید بازیم اصلا خودم میدونم نور، اصلا اینو ولش اصلا ولش. ولی لینک چنل تلگرام میذارم توضیحات ویدیو، حتما برید توش. اون ویدیو رو که ببینید یه برنامه نیازه برای اون رفع لگ، تپنده رفع لگ برنامه چنل تلگرام، برید اونم دانلود کنید، بزنید، عشق کنید. نظرتونم یه بار دیگه میگم، نظرتون درباره هالیدی و با زیلات برام کامنت کنید، ببینید طرفدار کدومشون بیشتره دیگه. همین دیگه، توی چیزی نمیمونه بگم. دمتون گرم، خیلی عشق. بچه اینجام داشتم دیسکانک شده بود. اینجا اومدم یه چند تا مسخره بازی نمیدونم، چون لفت داده بود دیگه، کلا لفت داده بود، وگرنه من نمیذارمش. لفت داده بود دیگه، من گفتم بزنمش دیگه. این اتچمنت هم ته ویدیو واسه تون میذارم، اگه شد که میذارم دیگه. اتچمنت رو براتون میذارم دیگه ته ویدیو. واسه اتچمنت نگاه کنید، اتچمنت خیلی خوبیه، حتما ببینیدش، از دستش ندید، چون اتچمنتش واقعا اتچمنت خداییه، حرف نداره. دمتونم گرم. اینجا زدیمش دیگه فکر کنم. آره اینجا زدیمش. نه اینجا نشد، اینجا نایفش کردم. رفتیم بخوردیم به اینجا دیگه. اینجا هم لفت میده دیگه الان.